شماوندا با مذهب که نشد پیشرفت کرد، ولی ما با علم تونستیم از پشت تلفن از این کشور با اون کشور ارتباط برقرار کنیم. تا زمانی که نشه از پشت تلفن زد تو گوش طرف مقابل، علم هیچ پیشرفتی نکرده. این ما بودیم که برگشتیم گفتیم 70% این کره آب، 30%ش زمین. اینو چی داری بگی؟ بگو ببینم زیر اون 70% آب چیه؟ و شما زمین؟ ما شما چطور ممکنه؟ بگردمت زیگی و یه هوری طلبت. خب بگو ببینم چی داری بگی الان؟ من الان کلا یه حرف دارم. آیا بنده های شما حاضرن توی یه کارخونه پر از کار دنبال یه تار مو بگردن، اونم توی تاریکی مطلق، فقط با توکل به شما؟ معلومه که آره. خب میگم شما بنده خب چرا روشن نکنن؟ باز تو زر زدی میکرو بزغاله؟ ها؟ ببخشید الان 2 تا هوری بده کار شدی، همینو میخواستی؟ خب سوال خیلی خوبیه، جواب خیلی خوبی هم داره. من بگو توی کپشن جواب میدم دیگه. توی کپشن جواب میدم، بله.